السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. در حديث إمام حسن بن علي يعني أبي حوراء از إمام حسن بن علي نقل میکند که میفرماید رسول الله صلی الله علیه وسلم کلماتی را به من یاد داد که در نماز وتر بخوانم. اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره تباركت ربنا وتعاليت. بعدا امام ترمذی میفرماید و فی الباب عن علی، یعنی این حدیث از امام حسن بن علی روایت شده، میفرماید از امام علی هم روایت شده. بعدا امام ترمذی میفرماید این حدیث حسن است، لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي حوراء السعدي واسمه ربيعة بن شيبان. میفرماید از این طریق، فقط از طریق ابو حوراء این حدیث را میشناسیم که ابو حوراء هم ثقه هست و میگه ما نمیشناسیم از رسول خدا صلی الله علیه وسلم در مورد قنوت در نماز وتر چیزی بهتر از این. به همین خاطر اهل علم اختلاف دارن در مورد قنوت در نماز وتر. عبدالله بن مسعود قنوت را در وتر در تمام سال میخوند، یعنی میگفت بر اساس این حدیث در تمام سال قنوت را میخوند در نماز وتر. و امام عبدالله بن مسعود گفته این قنوت قبل از رکوع است و این قول بعضی از اهل علم است، از جمله امام سفیان ثوری و امام ابن المبارک و امام اسحاق بن راهویه و اهل کوفه، یعنی امام ابو حنیفه هم بر این است. و این هم روایت شده از امام علی بن ابی طالب انه كان لا يقنت الا في النصف الاخر من رمضان، که قنوت را نمیخوند در نماز وتر جز در 15 اخیر ماه مبارک رمضان. و در این حالت هم وكان يقنت بعد الركوع، يعني علي بن ابي طالب بعد از رکوع میخوند. وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا، بعضی از اهل علم بر این هستند، از جمله امام شافعی و امام احمد. یعنی امام شافعی و امام احمد بر این نظر هستند که قنوت وتر بعد از رکوع خوانده می شود. حالا این یک مورد. مسئله دیگر که آیا دست بلند می کند در وتر در قنوت یا نه. قنوتی که در آن ما دو تا قنوت داریم، یکی قنوت نازله و یکی قنوت مثلا این دعای قنوت، هرچند دعا هست این هم، ولی در این حدیث هیچ اشاره‌ای به این نشده که دستش را بلند کند. دست بلند کردن در آن وجود ندارد. اما در قنوتی که برای نازله باشد و معمولا قنوت نازله بعد از رکوع است نه قبل از رکوع، و در اونجا میشه دست را بلند کرد و دعا کرد، چون دعا کردن همراه با بلند کردن دست است. و اون دعایی که برای نازله هست، یعنی برای مصیبتی که برای مسلمانان پیش اومده انسان قنوت میخواند، در اونجا دیگه هیچ دعایی که مربوط به اون مسئله باشد میخونی و در نتیجه دستانت را بلند میکنید.